داستان طایفه نخجیر در وادی خویش. مشکل ترین مسائل کلامی رو مولانا طرح میکنه، خیلی قشنگ حل میکنه. طایفه نخجیر در وادی خوش، بودشان با شیر دائم کشمکش. بس که آن شیر از کمین در میرو بود، آن گیاه بر جمله ناخوش گشته بود. بدنشو میلرزید دائما. حیله کردند آمدند ایشان به شیر، که از وظیفه ما تو را داریم سیر. گفتن آقا تو چقدر میخوای بخوری؟ ما هر روز خودمون میاریم میدیم خدمتتون، شما دنبال ما را نیفتی همه رو بلرزون. که از وظیفه ما تو را داریم سیر، جز وظیفه در پی صیدی میا، تا نگردد تلخ بر ما این گیاه. گفت آری گر وفا بینم نه مکر. گفت ممکنه بخواین گول بزنیم منو. مکرها بس دیدم از زید و بکر. من هلاک مکر و فعل مردمم، من گزیده زخم مار و کژدمم. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید. حالا اینجا یه حدیثی از پیغمبر اکرم که لا یلدغ المؤمن من جحر مرتين. آدم مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه. یه دفعه دستی کردی اونجا، دفعه دوم دیگه نمی‌کنی اونجا. و آدم یه بار باید تجربه کسب بکنه. من جرب المجرب حلت به این ندامه. گوش من لا یلدغ المؤمن شنید. قول پیغمبر به جان و دل شنید. جمله گفتند ای حکیم با خبر. اونا گفتن آقا جون اینقدر حذر و اندیشه نکن که میخوای حواست جمع بکنی. در حذر شوریدن شور و شر است. رو توکل کن، توکل بهتر است. همین که ما میایم این حرف رو میزنیم تو توکل کن، اینقدر پیگیری نکن. رو توکل کن، توکل بهتر است. رو توکل کن ملرزان پا و دست. رزق تو بر تو ز تو عاشق‌تر است. با قضا پنجه مزن تا نگردد هم قضا، تا ندارد هم قضا با تو ستیز. ای تند با قضا پنجه مزن ای تند و تیز، تا نگیرد هم قضا با تو ستیز. باز دو مرتبه شیر جواب میده. شیر جواب میده که گفت آری گر توکل رهبر است، این سبب هم سنت پیغمبر است. درسته که توکل باید که، ولی اسباب هست اینجا. ادخلوا البیوت من ابوابها. امور رو از اسبابش باید طلب بکنیم. رمز الکاسب حبیب الله شنو؟ مگه پیغمبر نبود فرمود که الکاسب حبیب الله؟ بنابراین از توکل در سبب غافل مشو. گفت پیغمبر به آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند. باز دو مرتبه اونا میگن که بله، ولی این همه گفتش که این تلاش هایی که میکنن حیله کرد انسان و حیلش دام بود. این تلاش هایی که میکنی به زیان تموم میشه. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداش خوناشان بود. خیلی اوقات هست که تو داستان یک کسی بلا سرش میاد به خاطر که تلاش میکنه، هیچ تلاشی نکنه بلا سرش نمیاد. همین کشتی تایتانیک که فیلمش رو شاید شنیده باشین یا دیده باشین، کشتی تایتانیک اگر هیچ تلاشی نمیکردن که جلوی اون واقعه رو بگیرن خیلی بهتر تموم میشد. یعنی فقط یه شکستی رخ میداد، ولی تلاش کردن که یه خود دورش بکنن، زد به اونجایی که نباید بزنه و همشون غرق شد. حالا اعظمشون غرق شد. حیله کرد انسان و حیلش دام بود، آنکه جان پنداش خوناشان بود. 100,000 طفل، به اشاره میکنیم داستان فرعون که 1000 نفر کشت که مبادا اون بچه به وجود بیاد. اون بچه تو خونش بود اصلا. 100,000 طفل کشتن کینه کش، آنکه او میجست اندر خانه‌اش. در ببست و دشمن اندر خانه بود، حیله فرعون زین افسانه بود. باز دو مرتبه شیر گفتش که گفت آری ولی رب عباد، نردبانی پیش پای ما نهاد. پای پای پله پله رفت باید سوی بام. هست جبری گشتن اینجا طمع خام، اینجا نباید جبری بشی. چون که خواجه در کفت بیلی نهاد. درسته خداوند ممکن نگفته باشه، ولی وقتی که یه بیل دادن دست شما یعنی باید کار بکنی. هیچی هم نگفتن. اگه ارباب اومد بیلو گذاشت دست شما، چون که خواجه در کفت بیلی نهاد، بی زبان معلوم شد او را مراد. بیل دست همچون بیل اشارت های اوست، دست داده یعنی باید کار بکنی. این دست رو میبینی نگاه کن این چقدر خوب درست کردن که تو بتونی انواع کارها باش بکنی. پس معلوم شه یعنی کار باید بکنی. مولانا یه جای میگه که خداوند گفته انفقو انفاق کنی تا کسب نکنی، که پس تو بخوان که اکسبو ثم انفقو. درسته که اگرچه که اون فقط گفت انفقو، ولی شما اینطوری بخون که باید کسب بکنی بعد انفاق بکنی. بنابراین پای داری چون کنی خدا تو لنگ، دست داری چون کنی پنهان تو چنگ.
چون اشارت این دست همچون دیل اشارتهای اوست، آخراندیشی عبارتهای اوست. چون اشارتهاش را بر جان نهی، در وفای آن اشارت جان دهی، پس اشارتهای اسرارت دهد. اگه اینا رو این مقداری که بهت گفته عمل بکنی، اشاره دیگه بهت میکنه.